مسئله توی چی شد؟ یکم چیزا میشه بفکر. یکم ایول توی در شهر بختر برگزار می‌گردد. نایه فرخار. داماد صنعتکار هستند. در صحبت قبلی شما گفتید که همکاری رو با عزیزبek قطع کرده، دیگر دویت نمیخونید، ولی بعد چند وقت ما دیدیم که شما باز دویت خوندید. الله خانم که یکی آمدن تا چم ندید، سواری اسبی سمن با پیش ماهی، میدانم که ایمت چی میخواهی چی میخواهی. فرخار بیان سیونکا کنین یه روز پیشکی بیان سیونکا کنین من نام پزمش مادر. شوهر آینده شما چگونه قبول میکنن؟ شوهر لباس آینده پوشی ما شما رو. نه به لباس پوشیم نه به صنعت هم کار ندارن. بعد توی سرایندگی رو اجازت دادن که دوام دهید. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوبتی آوازه و حقیقت رو از کانال تاجیکان گروپ تقدیم شما میگردونیم و این لحظه ها ما مهمان شهر بوستونی بختر هستیم و مهمان برنامه ما هستند آوازخوانی جوان و خیلی خوش صدا و زیبا شکرانه بانو. خوش آمدید. زنده باشین. شما خوش آمدین بختری مادر. و برنامه قبلی که ما با شما تهیه کرده بودیم، شما در اون برنامه قید کردید که روزهای نزدیک به شوهر میبرید و هرگاه که من افیر میکنم مخلصان سوال میکنن از من که توی شکرانه بانو چی شد، آیا به شوهر برآمد نبرآمد. از همین خاطر ما تصمیم گرفتیم به سوالهای مخلصان از خود شما پاسخ گیریم که مسئله توی چی شد. زنده باشین. اول سلام خدمت میرسانم با کلی پادپیشچیکا و کلی نفرایی که عین حال مرا تماشا دارن. زنده باشین. ای خدمت بسیار سوال میکنن راستی گپ. الکه روزای نزدیک انشالله که همین سوالا جامو خلاص میشوه. نصیب به نزدیکی بله خرسندی داریم یک هفته بعد خدا خواهد اگر خرسندی داریم مرحمت همه کسا چه خیلی گفته بودم دعوت میکنم همه کسا بیاین خرسندی میکنیم روزی توی مده روزش انیق است. انیقه بله اکه اینی حال نمی روزی جمعه در ماندنی بدن که ما اسپید نمیکردیم این 2 روز در مثال کدام تاریخ روز؟ یکم چیستا میشه بفکر. یکم ایول توی در شهر بختر برگزار می‌گردد. نایه فرخار در ناحیه فرخار مخلصان شهر وطنی مادریم کراچی. بله. مخلصان عزیز، نفرانی که در ناحیه فرخار هستند مخلصان شکرانه بانو مرحمت دهه کالخوز کمونیسم участкаи Москвача. اینا تمامی سراغه و ادرساش گفت. شب یکم ایول بله بیاین یک جایه در توی شکرانه بانو خرسندی میکنیم ان شاء الله خدا خیر. رقص و بازی میکنیم، خرسندی و شادی میکنیم. و چرا در دوشنبه در بختر نیست در فرخار؟ به خاطر که فرخار من بسیار دوست میدارم. فرخار شهری مادری وطن مادری ما، مادری ما در اونجا به دنیا آمدگی بزرگ شدگان. ما فرخار بسیار دوست میدارم. اپای ما هم تویش در فرخار شده بود. ای بعد ما ایمو کودکیم آرزو میکردم که ما هم وقت شوهر کردنم ده همینجا توی میکنم. بعد یک 80% اولاد ما در فرخاره. از همین مقصد من نمیتونم که من میخوام که امو اگر دعوت هم کنم کلانترا میام با خورده اومدن نمیتونم. میخوام که امو همه کسا قطعی هم اولادای مادریم خرسندی کنم. اگه اولادای پدریم هم دعوت میکنیم ان شاء الله. خیلی با عاشق فرخارم ده. بله. به امو خاطر. و اگر مخفی نباشد از هنرمندان مشهور کیا اشتراک میکنن دعوتی هستن؟ اگه راستی گپ برای هنرمندان فکر نکردم. امو کسی را که نزدیکیام دهن آگاهن ان شاء الله که میاین خدمت میکنن. بله داماد صنعتکار هستن؟ مخفی. بله. بعد توی سرایندگی رو اجازت دادن که دوام دهید. خیلی که گفته بودم که اگر مقصد شوهر کنم شوهرم اجازت نده ما بس میکنم نکه شکرانه خدا بعد توی خودم با شوهرم توی گرفته با زکست توی میریم. یعنی که روز دیگه با توی میریم. یعنی که
ضد صنعت شما نیستن. نه. شما رو برعکس دستگیری میکنن. بله بله. باشه. اگر رفت و بعد یک مدت زید برای این چیکار میکنی؟ هیچ مشکلی نداره. ترک صحنه بله. میکنی؟ آماده هستی؟ بله. و در صحبت قبلی شما گفتید که همکاری رو با عزیزبek قطع کرده، دیگر دویت نمیخونید، ولی بعد چند وقت ما دیدیم که شما باز دویت خونده. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, занҳои меҳрубон. Ман Ғания ва Робия, оиладор, соҳиби 4 фарзанд, директори компанияи Faberlic, ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба кор даъват менамоям. дар командаи мо зиёда аз 1000 нафар занҳои хонашин кор мекунанд, соҳиби маоши нағз ҳам ҳастанд. дар давоми 20 рӯзи корӣ маош мегирем. тӯҳфаҳо, скидкаҳо, бонусҳо низ дода мешавад. марҳамат, барои маълумоти пурра ба даст овардан дар рақамҳои болои экран буда нависен. ҳамаашро мефаҳмонам. регистратсия, обучения ҳамааш бепул. агар хоҳиши кор кардан надореду барои худ харидорӣ кардан мехоҳед, ба ин рақамҳо занг занед ва бо нархи арзон дастрас намоед. باز یک جا شده؟ ҳами намедонам дар ҳами зиндагим одамо мара чӣ хел принимат кардагиян, дӯстом, наздиком, шумо чӣ хел одам мешиносен, мара намедонам. неки ҳами қалби ман як хеле ҳаст ки ҳазор ранҷидагиам боша, бо ба як сухани хуб бо метавонад ки вастанавӣ таваҷҷӯҳша бигира. и хелиам дар дилам гандагиро гирифта наметавонам. баъд ба хотири мухлисомонам ки мухлисомон зиёд хоҳиш кардан, чӣ хел гина хитон медонем, бо мепурсан кай мешава, чӣ мешава. ба ҳамун хотир кардем, бо иншалло бойна як клипи дига дорем, худо хоҳад. یعنی که این زمان همکاری دارید و همکاری رو باز میبرید ادامه میدید. بله بله. همین سبب جدا شدنتون رو یک مدت شرح ندادید. شاید اگر دشمنان میان شما گپ و خبر بردن یا نمیدونم دیگر سبب داشت، همین اسرار، همین گره رو شما نکشیدید. راستی گپ، ما از بیگ جانا میگم که احترام میکنم، نسبت به شخصیت احترام دارم. شاید مثلا شما از یک آدمی هستین که قطعا نزدیکین، باید مثلا اکای میراج میدرویه، نمیخواد که دوستی ما را در گوشی تی اگان چی میگه مرا به خودت گنده میکنه، یا در گوشی من اگان چی میگه شما را به من گنده میکنه. این میراج هم خیلی ایده شوخی میکنم که سمیسل آوردستم ده. شاید هم خیلی نفهمی ها بود بین ما، که حل کردیم بین هم دیگریمون از بیگ جان قطعی یک جه. بله بله. و میدونید غیر از شما با چندین دختران دیگر من دیدم که دویت خوند، ولی در کامنتاریا ها اکثر مخلصان نوشتن که شما با همدیگر دویت خوندن با شما زیب دارد، یعنی با هم موافق هستید. مخلصان یک جایه دویت خونی شما رو خوب قبول کردن. از همین خاطر من فکر میکنم که عزیزبek هم این رو به نظر گرفت، شما هم این رو به نظر گرفتید. در تنهایی فکر میکنم که برای صنعتکار باز دشوارتر است. بله بله. راستی گپ، ما فکر میکنیم که همین عزیزبek جورایف قطعی کدام دختری که دویت میخونه که وایون حافظه نیستن و یا طلبه مکتبن، که هوسکارن، ذوق دارن. بله بله. هم خیلی آدم‌ها در تیک توکاش نوشتن عزیزبek ده خواهش کردن، التماس کردن. خیلی ما شکرانه خدا خواندیم، کم هم باشه در این ساعت خواندیم، کم هم باشه خداوند آواز دادگیه. ما مثلا قدی کوچه نبرآمدیم یا رقاصه شده بعد حافظه شدگی نیستیم. مثلا اگر رقاصای دولتی در کار ندارم، ما مقصد هستن کم خیلی بسیار آدم‌ها هستن که کلان گپ میزنن. بله بله. یکی الحمدلله رفتاری که از به قطعی میکنه، مثلا چه خیلی بگم می رفتار دوستانه ما دیگه های چم دیگه دخترها قطعی من فکر میکنم مرا با احترام میکنن، نسبت من دیگه خیلی احترام داره. جورایف بهترین انسانه، اما اول هم گفته بودم خیلی نفهمی ها شد بین ما با رای خچیاف حلی خچیاف. کدام ترانه نو رو این زمان آماده کردید و برای مخلصان خود 4 مصرع با آواز زنده میسرایید؟ یک سرود خلقی کردم، راستی گپ ثبت کردنی بدم بین معرکه شد، که بعد معرکه انشالله پیشکش مخلصان میکنیم. سرود خلقی چواندازه برای چواندازا خیلی 4 مصرع ریزش میخونم. شب نیمی شب تختقی کفشیت به گوشم رسید، شادی دردی خنده در لب خواب چشمم پرید.
تو با پنهانی با پیش مای در نمیشه الله خانم که یکی آمدن تا چم ندی سوار اسبی سمن با پیش مایی میدانم که ایمت چی میخواهی زنده باشه. سلامت باشید. و این ترانه باوری دارم که بعد از ثبت کلیپ می شود و پیشنهاد مخلصا می شود، خوب قبول می شود. و میدونید من اهمیت دادم برای چی وقتی اخیر هنرمندان بانوش ما همه درباره چواندازا سرود میخوانیم. راستی گپ یگون چوانداز با شما سرپرستی میکنه؟ نه ما را هیچ که سرپرستی نمیکنه، ما خودمان این سرود 1 سال پیش تیار کردگی بودن استاد عظیمزاد. میشناسیم بکنم استاد عظیمزاد. استادی ما است، اک برادری ما است. من بسیار آدم دوست میدارم، احترام میکنم. امی آهنگ مرا هم برادرم آهنگشم شعرشم همشه همو تو سناریشه همشه لباساشم در تیار کردگیان همشه که اما که عظیمزاد دستگیری کردستن. 1 سال پیش این آهنگ آماده کرده بودیم. راستی گپ دیگه هم خیلی مونده چه میشه کم خیلی بعد اگه با تویستان شد بود اومد در دلم که همین سروده وکنیم زبس کردیم موزه جور کردیم فقط ثبتی ویدیو کلیپش موندگی ان شاء الله. میدونید کامنتاری رو من میخونم، بعضی ها مینویسن که خوب میشد که شما رومال بندید، لباس ملی پوشید. همون به همون نفران چی گفتن است؟ من از شما رو من ببینم که در سر رومال ندارید، من باوری دارم که در کامنتاری حتما مینویسن شکرانه بانو اگر رومال بندید به شما زیب میدهد، برای چی رومال نمیبندید؟ زنده باشین. مثال از ما شما نمیتونم گفته که پریچاسکتون خیلی کنه. بله. یا که نه لباس نپوشین. بله. یا مثال این ساعت دایی دستان کنه نمیتونم گفته که این حیات شما رولی حیات شما در دست خودتون هر جایی که توش بتین. بله. ما فکر میکنم لباس میگنجش به معنی نیست نه؟ درست. بازی همون افرایی که مینویسن خیلی ها قبول من دوست میدارم رومال پوشیدن، خیلی من رومال میپوشم بونا میپوشم هر خیلی لباس میپوشم. همون افرایی که با بسیارتر مینویسن که تو رومال نداری و تو به معنی شدیدی خیلی همون افرا را اگر کفت شور کنی و درون شبرای ببینی دیگه پیش نمیره عبرت نمیگردی اوجه میفهمی. برای مقا در همین زندگیم یک مقصد دارم، یک گپ دارم که если Бог с тобой, چه خیلی روسا میگن если Бог с тобой, не важно кто против меня. Люди всегда говорили, говорят и будут говорить. Так что живи дальше. من استاد دارم فقط همین گپ میگم. برای من گپی مردم اصلا مهم نیست. من شکرانه پروردگار خودم قلبم خودم نمیدونم که خودم در دروغ گفتن نمیتونم. میدونم که ما در راه خودمم ما یگان کاری زیادی نمیکنم الحمدلله. و شوهر آینده شما چگونه قبول میکنن؟ شوهر آینده ما نه به لباس پوشیم نه به صنعتم کار ندارن. نه که خیلی که بعدی که شوهر کردیم زن شوهردار کشیدی با شوهرم که هیچی نگه خودت با خودت رگرافکا میکنی. مقصد با بین خشتبار و هلمسایه با خشتماندار میشه. مقصد خیلی چیزا رو اک میفهمیم شکل خدا خوب گنده. بعد باوری دارید که بعد از توی از عهده کار و بار خانه میبرید؟ البته اک ما الهیده زندگی میکنیم. نان در یک دون نان الحمدلله میتونم همش فرخار بیان سیونکا کنین یا روز پیشکی بیان سیونکا کنین من نام پزمش مادر. ما بعد از آن که شما با شوهر میبرید از بین چند ماه گذرد بعد ما به خانه شما تمام یگان وقت شما انیخ کنه بیان من نان میپزم چپاتی چیزی میفراتم برنامه نکیلتی موز قوقای سخته خیلی از بخرن کاملا دایشی نگه. برنامه در مهمونی هنرمند داریم و بیاتون باشد ما خانه اکای جوبی رفته بودیم، خانه دون جوان رفتیم، خانه اکای قدم رفتیم. بعد خانه شما میاییم. و چی تمنیات به مخلصان دارید؟ زنده باشین، سربلند باشین، خداوند همه شما را نگهبان باشه. خیلی اول شکرانه تنجی و امانی میکنیم، شکرانه پروردگار میکنیم، شکرانه پیشوای معظم ملت میکنیم. میگن وقتی همه شکر میکنیم که چنین پیشوا داریم بعد بعضی نفرای هستن که مفکوره ندارن میگن شکر خدا بگو. آخه ما با کی شکر کردیم که هم خیلی خداوند شکر کردیم که ما را هم خیلی پیشوا داده است. خداوند تنج باشن، همه وقت تاجیکستان ما خیلی آبادی باشه، همه وقت خیلی یک جای سرجم باشیم، خیلی کلی غریبا با وطن صحیح و سلامت بر بگردند.
نمی‌له سورا بگه یا اما وقت هم خالی باشه هیچ کار پروتکل نکنه. سلامت باشید و زنده باشید. تشکر میگیم به شما که ما رو خوب پذیرفتید، در زنده باشید. برنامه ما شرکت ورزیدید سلامت باشید. و هم در حیات مستقل و هم در کارهای ایجادی شما برای رو خوشبختی تشکر. تمنا میکنیم ضایمینا. و بینندگان عزیز مهمون برنامه آوازه و حقیقت بودن بانوی خیلی خوش سخن، خوش چقچق، کلابی مردم هم هم خیلی بله، با او وقت صحبت میکنیم بسیار خرسند میشه، بسیار یک دختر زنده دل است، با وجود این بسیار خاکسار است، صدای خوب دارد، ترانه های دل نشین میسراید و باوری دارم که آینده نیز باز ترانه های بهتر رو پیشنهاد شما میگرداند. شکرانه بانو، زنده باشید. با امید خانوادگی و سربلندی شما حسن انجام بخشین برنامه خود را تا دیدار بعدی. خداحافظ.